مسئله بعدی باب 14 الباب الرابع عشر باب 14 فی الصلاة الکسوفی باب در بیان شناسایی برای نماز کسوف. نماز کسوف نماز است که هنگامی که آفتاب یا ماه گرفته می شود و در این یکشن مسئله های است. المسئله الاولی مسئله اول الکسوف. کسوف یا خسوف همه گویند پنهان شدن روشنایی یکی از این دو، آفتاب یا که ماه. روشنایی آفتاب یا که ماه گرفته می شود بنابر سبب غیر عادی. کسوف یا خسوف هر دو یک معنی دارند. الله سبحانه و تعالی این حادثه را برای ترس دادن بندگانش رخ می دهد تا به سوی پروردگار باز بگردند، چنانه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند این الشمس والقمر آیتان من آیات الله، به درستی که آفتاب و ماهتاب هر دو یکی از نشانه‌های بزرگ پروردگار هستند. لا ینکسفان بموت احد ولا لحیاته. این آفتاب و ماه با مرگ کسی یا که با زنده شدن کسی گرفته نمی شود. و انما یخوف الله بهم العباده، به درستی که گرفتن این آفتاب و ماه، پوشاندن این آفتاب و ماه به خاطر آن است که الله سبحانه و تعالی بندگانشان را بترساند. بندگانش را بترساند. روایت بخاری تحت رقم 1048 و مسلم تحت رقم 911. المسألة الثانية مسألة دوم حکم صلاة الکسوف و دلیلها. حکم نماز کسوف و دلیل آن. بعضی از علماها مثل ابو عوانه در صحیح خود و همچنین گفته شده است که ابو حنیفه و امام مالک آن را مثل نماز جمعه دانستند. بعضی از علما مثل ابو عوانه در صحیح خود و همچنین گفته شده است از ابو حنیفه و امام مالک نماز کسوف و خسوف را مثل نماز جمعه دانستند. این که نماز کسوف و خسوف یعنی که واجب است و ابن قیم رحمه الله تعالی نیز قول واجب بودن را قوی دانستند و شیخ ابن عثیمین رحمه الله این را نیز تأیید کردند، قبول کردند و پذیرفتند و فرمودند که ذلك لأن النبی صلی الله علیه و سلم امر بها، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خواندن نماز کسوف و خسوف هنگام گرفتن آفتاب و ماه امر کردند و خرج فزعا الیها و اخبر انها تخوف للعباد. و در اینجا فرمودند که با ترس و شتاب برآمدند، با ترس از پروردگار و شتاب کارانه از برای نماز خواندن برآمدند و این حادثه برای ترس دادن مردم بندگان است. در فتح الباری مجلد 2 صفحه 612 و ابن قیم همچنین در صفحه 15 و شرح الممتی مجلد 4 صفحه 237 238 ذکر کردند. مسئله سوم وقتها. وقتی نماز کسوف از آغاز گرفتن آفتاب یا ماه تا به از بین رفتن آن جایز و روا است. با دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا رأیتم شیئا من ذلك فصلوا حتى ینجلی. هرگاه چیزی از این یعنی گرفتن آفتاب یا ماه را دیدید نماز را بخوانید تا آن دمی که گرفتن آنها پورا از بین نرود، پورا از بین برود. روایت مسلم تحت رقم 915. المسألة الرابعة مسألة چهارم در این باب کیفیتها و ما یقرأ فیها. طرز خواندن این نماز کسوف و خسوف و چی تلاوت کرده میشه در این نماز. پس بدان که نماز کسوف 2 رکعت نماز است. در رکعت اول با آوازی بلند خواه روز باشد خواه شب سوره فاتحه را میخواند، سپس یک سوره طولانی پس از آن میخواند، سپس رکوع میکند و بعد از رکوع برمیخیزد سمع الله لمن حمیده میگوید، اما به سجده نمیرود. باز سوره فاتحه را میخواند، بعد سوره فاتحه باز یک زمین سوره میکند، سوره طولانی میخواند، پس باز رکوع میکند، سپس از رکوع برخاسته سپس به سوی سجده میرود. و همچنین در رکعت دوم این کار را انجام میدهد، رکوع و سجده را طولانی میکند. در آنجا الله سبحانه و تعالی را در رکوع عظیم میشمارد و در سجده دعا میکند. سپس رکعت دوم مثل رکعت اول خوانده میشود، یعنی که 2 رکوع دارد. در هر رکعت 2 رکوع است. با گفته جابر که فرمود کسفت الشمس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمان پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آفتاب گرفته شد در روز خیلی گرمی، فی یوم شدید حر، فصل باصحابه، با صحابگانش نماز خواند، فاطال القیام، قیام را دراز کرد، سوره دراز خواند، حتی جعلوا یخرون، حتی اینکه بر رکوع رفتند،
حتی جعلوا یخرون، حتی چنان پیامبر نماز طولانی خواند که بعضی از مردم به زمین افتادند. ثم رکع فاطال، سپس رکوع کرد، در رکوع را دراز کرد. ثم رفع فاطال، سپس از رکوع برخاست، دراز کرد. ثم رکع فاطال، سپس باز درون با رکوع کرد و دراز کرد. ثم سجد سجدتین، سپس دو سجده کرد. ثم قام، سپس از جایش برخاست. فصنع ذلك، پس این نحو ذلك، پس این کار هم در رکعت دوم انجام داد. فکان 4 رکعات و 4 سجدات، که در آنجا چیز 2 سجده و 2 رکوع بود. در اینجا 2 سجده و 2 رکوع کرد، 2 با رکوع کرد یعنی. و میفرماید که فکانت 4 رکعات و 4 سجدات، که در این 2 رکعت 4 رکوع و 4 سجده بود. یعنی که نماز کسوف 4 رکوع و 4 سجده دارد در 2 رکعت. و سنت است که بعد نماز کسوف امام مردم را موعظه نیکویی بکند، آنها را از غافل ماندن، از غفلت ماندن، از فریفته شدن بر دنیا هشدار نماید و با دعا نمودن آنها را ترغیب کند و استغفار به سوی پروردگار خود و صدقه دادن تشویق نماید. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند ان الشمس والقمر آیاتان من آیات الله، به درستی که آفتاب و ماه 2 از نشانه های بزرگ پروردگار هستند. لا ینکسفان لموت احد، با مرگ کسی آنها پوشانده نمیشوند و نه با حیات، با زنده بودن کسی، با به دنیا آمدن کسی پوشیده نمیشوند. فاذا رأیتم ذلك، اگر شما چنین را دیدید، فادعوا الله و کبروا، الله را دعا نمایید و تکبیر بگویید، و صلوا و صدقوا، و نماز بگذارید و صدقه بدهید. گفتن روایت بخاری تحت رقم 1044. اگر پیش از به پایان رسیدن انا همین گرفتن آفتاب نماز به اتمام رسانید، دیگر دوباره نماز خواندن شرط و ضرورت ندارد، بلکه باید در این حالت با ذکر و دعا مشغول شد. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صلوا و دعوا حتی یکشف ما بکم، نماز بگذارید، نماز بخونید و دعا کنید تا آن چیز از تاریکی که بر شما آمده است از گرفتن آفتاب ماه بر شما آشکار بگردد. پس این دلالت میکند که اگر پیش از پایان رسیدن گرفتن آفتاب یا ماهتاب انسان نماز را به اتمام رسانید، پس با دعا مشغول می شود، با ذکر یاد پروردگار مشغول می شود. اگر گرفتگی پورا برگشته باشد و او در نماز باشد، در داخل نماز قرار داره و در نماز قرار داره. اگر که آفتاب کشوده شد، در این حالت سبک میگیره، دیگر نماز سبک خونده و به اتمام میرسانه. نماز قد نمیکنه، بلکه نماز سبکتر خونده به اتمام میرسانه. این است نماز کسوف و خسوف. بارک الله فیکم. ما در آخر دعا میکنیم که پروردگار دین ما را که اساسی کارهای ماست اصلاح نما، و دنیای ما را که اساس زندگی ماست اصلاح نما، آخرت ما را که بازگشت به سوی آن است اصلاح نما، و زندگی ما را برای ما نیکو قرار بده و مرگ را برای مایان راه نجات از بدی ها قرار بده. ای پروردگار، اختلاف ما را میان این امت که شده است، اختلافی که این امت دارن، دلها را به سوی حق نزدیک بگردان و مائل بگردان و صلح و آشتی را در بین این امت قرار بده و یکتا پرستی و یک جا بودن را، اتحاد را برای ما نصیب و روزی بگردان. پروردگار را همه ما را از ظلمت ها و تاریکی های کفر و شرک و بدعت به سوی نوری روشن راهنمایی کن، نور قرآن و سنت و نور اتباع سلف صالح. پروردگار را کمبغلان را ثروت بده و بایان را توفیق بده. پروردگار گذشتگان ما را از مؤمنان و مسلمانان شایسته رحمت قرار بده و زندگی آنها را در حیات برزخ زندگی نیکویی بگردان. پروردگار را ما به درستی که به خود ظلم کردیم، ستم کردیم، نافرمانی تو را کردیم، با خود رحم نکردیم. پروردگار را اگر ما را شامل رحمت خود قرار ندهی و ما را رحم نکنی، به درستی که ما از زیانکاران قرار میگیریم. پروردگار را تو پاک و منزه هستی ای الله. حمد و ستایش تو را میگوییم و گواهی میدهیم که هیچ معبود بجز تو نیست و تو سزاوار عبادت هستی، تو را شریک نیست. پروردگار را به سوی تو توبه میکنیم یا الله. و درود و سلام به پایان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب و یاران و خانواده اشماد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.